Like, subscribe, share and press bell icon. پلیسای ما رو میکشن، نیروهای امنیتی رو میکشن، بسیجیای ما رو میکشن، آتیش میزنن یه عده‌ای، بعدم میگن اینا تروریستن. ما قربانی تروریستیم. میگه مثلا گفته که ایران باید اعلام بکنه ما سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت. اینو که ما مقام معظم رهبری اینو فرموده ما اصلا سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت. فرق میکنه با من سیاستمدار بگم که ممکنه مثلا حالا مثل ماها که اونجوری نیستیم، سیاستمدار راست نمیگن با آدما، ولی ممکنه من تصور کنم من مثل اونها یه سیاستمدارم، منم دروغ میگم، ولی رهبر یه جامعه، رهبر دینی یه جامعه که نمیتونه دروغ بگه. وقتی ایشون اعلام میکنه ما سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت، یعنی نخواهیم داشت. منم اگه بخوام به اون طرف برم نمیتونم داشته باشم از نظر اعتقادی.